حبیب خدا گفتن اگر کدام بنده خدا، کدام عاشق جنت اگر 3 بار به سوی پروردگار گوید خداوندا برای من جنت را نصیب بگردان، برای من جنت را نصیب بگردان، برای من جنت را نصیب بگردان، اگر 3 بار گوید، حبیب خدا گفتند خداوند جنت را در سخن می درآورد و جنت می گفته است اللهم ادخله الجنه. خدایا همین بنده تو اشتیاق دارد، آرزو دارد، هوس دارد، خواهش جنت دارد، از ذات تو می پرسم که او را در داخل من جای کن. تا 3 بار. ما الحمدلله که هر روز در 5 وقت نماز از پروردگار فقط خواهان جنتیم و هر کسی که به سوی پروردگار 3 بار از آتش دوزخ پناه طلب کند، حبیب خدا گفت دوزخ با زبان حال میگوید خداوندا این بنده خدا از وارد شدن بر من نگه دار. برادر عزیز و گرامی، این دعای باشد که چه در داخل و چه در بیرون از نماز به زبان شما گفته شود.